فرق بین by و until. دو تا مثال میزنیم در این مورد. I'll be there until tomorrow. I'll be there by tomorrow. اگر از until بخوایم استفاده بکنیم یعنی من تا فردا آنجا خواهم بود. هر دو به معنی تا هستند، ولی وقتی که میگیم که I'll be there until tomorrow یعنی تا فردا، اونجا هم خود فردا رو هم شامل میشه. ولی وقتی که میگیم I'll be there by tomorrow یعنی تا فردا اونجایم ولی خود فردا رو شامل نمیشه، یعنی قبل از فردا اونجایم. سیاه